ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 65. қобили таваҷҷӯҳ аст ки таърихи табарӣ давраи зуҳури паёнбарии Мусо алайҳиссаломро به زمان پادشاهی منوچهر نسبت می دهد. منوچهر ملکش بداد و فراخی بداشت 120 سال و چون از ملک وی 60 سال اندر گذشت، موسی علیه السلام به پیغامبری بیرون آمد و به مصر شد. مورخان دوران زندگی موسی پیامبر یهودیان را تقریباً به عصر 15 تا میلاد نسبت می دهند که با اضافه 60 سال پادشاهی منوچهر تقریباً عصرهای 16-15 تا میلاد حاصل می شود. و اگر اندیشه های بالایی را عاید به مهاجرت آریایی ایرانی ها به یاد بیاریم، اکثر مورخان توانای جهانی بنویست، کامیرون، کریستنسن، بارتولد، دیاکنف، باباجان غفورف، پوری داوود، فرای، بویس، گرانتوفسکی، آرانسکی و دیگران بران عقیده‌اند که یکی از مهاجرت‌های بزرگ طایفه‌های آریایی ایرانی از قلمرو آسیای میانه به سمت ایران غربی و آسیای پیش اساساً در عصرهای 16-15 تا سال شماری میلادی شروع شده است. این روایت نیم اسطوروی که از آغاز جنگ‌های شدید میان ایرانیان و تورانیان و بعد چندین ناکامی‌ها رو به مهاجرت آورده خواستگاه اجدادی را ترک نمودن منوچهر حکایت می‌کند تا جای جنبه تاریخی دارد و میتوان گفت که خصومت آشتیناپذیر میان طایفه‌های ایرانی و تورانی از همین واقعه نیم اسطوروی و نیم تاریخی ابتدا گرفته در میان این قوم‌های همخون و همزبان و هم تقدیر آریایی ضدیت و جنگ و جدال‌های من بعد را می‌انگیزد و در طی 100 سال‌های آینده گاه اوج گرفته و گاه فرو نشسته تقدیر مشترکی تاریخی پر از قهرمانی و فاجعه ها را می آفرد. تورانی ها و قبیله های سرشماری آن سکایی ها، مسگت ها، سکروک ها، خیانیان، یویجی ها، کنگیوی ها، کداری ها، اسونی ها و غیره اساساً طرز زندگی کوچی داشته چارواداری پیشه دائمی آنها به شمار می رفت. در حیات آنها طرز روزگار قبیلوی رایج بوده، جنگ و پرخاش، تاخت و تاز ناگهانی و ضبطکاری و تاراجگری یک عملی پسندیده زندگی و نشانی شجاعت و دلاوری شناخته می شد. تورانیان با تقاضای پیشه چارواداری پیوسته در حرکت و جستن چراگاه‌های مناسب و موضع‌های سیرعلف بوده، از پهناهای هفت رود و آلتای تدریجاً تا مرزهای چین و دامنه‌های مغولستان پهن می شوند. بازیافت‌های تمدن اندراناوی، قرغان پذیریق و خصوصاً حفریات ارکییم از پهنشوی قبیله‌های آریایی در حدودهای قزاقستان کنونی، سیبیر غربی و موضعهای نزد اورال شهادت می‌دهند.
از آثاری باقی مانده باششگاه‌های و قبرها، طرز گرانیدن جسدها، پیکان و اسلحه‌های جنگی، زیور آلات‌های آرایشی طلایی و میسی و دیگر اشیاءهای در حدودهای این منطقه ها یافت شده، می توان خلاصه کرد که تمدن قوم‌های آریایی کوچمنچی از سمت غرب شروع شده، تدریجاً به سمت شرق تا مغولستان و حدودهای چین طول می کشد. گذشته از این، موافق معلومات سرچشمه‌های چینی و حجت‌های با زبان تخاری از سینتزیان کنونی پیدا شده، زبان تکلم آنها به تخاری یعنی زبان غربی هندو اروپایی منسوب بود که در میان قوم‌های یویجی، سکایی و خیانی در برابر زبان‌های خوتن و سکایی مورد استفاده قرار داشت. آموختن سیمای انتروپولوژی و طرح کاسخانه سری جسدهای مدنیت اندراناوی و ارکایم نیز ثابت می سازد که آنها از لحاظ نژادی اروپایی صورت بوده، تدریجاً به سمت جنوبی سیبیر و آلتای و ترکستان شرقی پهن گردیدند. قضیه دیگری که جنگ‌های شدید و تاخت و تازهای خونین میان توران و ایران را فرا می‌گیرد، این نبرد طولانی شاه خیانیان ارجاسپ و شاه کیانیان گشتاسپ می باشد که در سرچشمه پهلوی یادگار زریران توصیف شده است. این داستان پهلوانی و جنگ مذهبی آشتیناپذیری بین ایرانیان و تورانیان هنوز در زمان اشکانیان پارت شهرت داشته، سپس در زمان ساسانیان با زبان پهلوی از نو کتابت شده است. دوره پادشاهی گشتاسپ که ذکری هنگامه های دولتداری او چون پشتیبان زردشت پیامبر در یادگار زریران، چندین سرچشمه های پهلوی و اکثری تاریخنامه های عهد اسلام رفته است، اوج مبارزه های شدیدی باشندگان مقیمی، زراعتکار و چارواداری باختر و بلخ یعنی ایران زمین با دشمن قطار آنها خیانیان بدکین کوچمنچی با سروری ارجاسپ می باشد که در قسمت شمال و شرقی آسیای مرکزی انیخترش حدودهای توران زمین میزیستند. شاه خیانیان ارجاسپ که نسبش به افراسیاب تورانی می رسید، از قضیه کیش نوی زردشتی را پذیرفتن گشتاسپ آگاه شده، نامه را توسط سفیرانش ویدرفش جادو و نامخواست هزاران با 2000 سپاهی برگزیده به حضور شاه کیانیان گشتاسپ فرستاد. او در نامش گشتاسپ را دعوت کرده بود که کیش نو را نپذیرد و به دین قدیمه بازگردد که آن را قبیله ارجاسپ نیز پیروی می کردند. گشتاسپ این پیشنهاد را قبول نکرده، در نامه جوابی او را برای جنگ به میدانهای خوتاس و مروی زردشتان دعوت نمود. سپس پیلبان با پیل و ستوربان با ستور و گردوندار با گردونه، بس شمشیری رستموار، بس تیردانی پرتیر و بس زیریهی جوشن و بس زیریهی چهارگیر راه نبرد را پیش گرفتند. از میان لشکری ایران شهر و توران بعدی پیکارهای خونین بسا یلان و پهلوانان کشته شدند. سپهبد ایران شهر زریر که برادری گشتاسپ بود، بسیار پهلوانان تورانی را نابود کرد. ارجاسپ دخترش زرستون را که
در همه شهری خیانیان زنی از او خوبروی تر نیست به کشنده زریر وعده کرد. ویدرفش جادو هنگامی رزم زریر را به قتل رساند. گشتاسپ به خونخواهی برادرش زریر دختری نازنینش همای را پاداش نهاد. پسری زریر بستور به خونخواهی پدر برخیسته از تیردان خیش تیری ستاند و ویدرفش را به دل زند، از پشت بگذرد و بر زمین افکند و بر روان زریر درود دهد. و پسری گشتاسپ اسفندیاری رویینتن ارجاسپ را اسیر میگیرد و با جزاهای مدهش و بسا خاری و حقیقی بخری دنبریده سوار کرده سوی شهری خیانیان میفرستد. موافق تفسیر شاهنامه فردوسی، جنگ کیانیان و خیانیان باز ادامه می‌یابد. گشتاسپ از تهمتنی و شهرتی روزافزون اسفندیار و بدگویی های گرزم گمانبر شده پسرش را در دیژ گنبدان به زندان می افکند و برای پهن کردن کیش نوی زردشتی سوی سیستان لشکر می کشد. ارجاسپ ستوه نام جاسوسش را به بلخ فرستاده از نبودن گشتاسپ و گرفتاری زندان گشتن اسفندیار آگاه می شود و پسری مهترش کوهرم را که گردی تیغ زن و صف شکنی بود سروری لشکر می گذارد و می فرماید سوی بلخ بشتابد. بدو گفت بگزین ز لشکر سوار، ز گردان شایسته کارزار. ازی در بیرو تازیان تا به بلخ، که از بلخ شد روزی ما تار و تلخ. نگر تا کی را یابی از دشمنان، از آتش پرستان و آهرمنان. سرانشان ببر خانه هاشان بسوز، بر ایشان شب آور برخشنده روز. به ایوان گشتاسپ باید که دود، زبانه برآرد به چرخی کبود. اگر بند در پای اسفندیار ببینی، برآور برو روزگار. سپاهی 100,000 کهرم از رود آمو گذشته در شهر بلخ به کشتار و تاراج آغاز کرد. آنها شهری بلخ را به خاک یکسان نموده لهراسپ پدری پیری گشتاسپ را کشتند و آتشکده مهر بر زین را سوخته صدها هربدان و موبدان را به قتل رسانیدند. هوتالسه همسری گشتاسپ تبدیلی لباس نموده خود را به زابورستان رسانید و این فاجعه مدهش را به گشتاسپ بیان کرد. گشتاسپ باری راستی سپاهش را به پسرش فرشیدورد و باری چپی آن را به برادرزاده‌اش نستور واگذاشته خود در مرکز لشکر قرار گرفت. جنگ نوبتی ایرانیان و تورانیان 3 روز دوام کرد و عاقبت گشتاسپ شکستی سختی خورده در این نبردها 37 برادر و پسرانش را از دست داد. گرچندی در شاهنامه فردوسی و سرچشمه های دیگر از مرگ پیامبر زردوشت در این نبرد خبری نرفته باشد، هم در گزیده های زادسپرم آمده است که او هنگامی شکستی گشتاسپ در سن 77 سالگی از طرف همسایه تورانی خود تور براتریش کشته شد. جاماسپی وزیر از شکستی سپاه غمناک شده از گشتاسپ رخصت خواست و خود را به دیژ گنبدان رسانیده اسفندیار را آزاد نمود.
اسفندیار لشکری پراکنده ایران را گرد آورد و تورانیان را مغلوب نمود. ارجاسپ از محاربه روی تافته سوی رویندیج فرار نمود و در آنجا پناه برد. اسفندیار در لباسی بازرگانی به رویندیج راه یافته ارجاسپی بدکین را کشت و دخترانی گشتاسپ، همایون، بیهافرید و دیگر اسیران ایرانی را رها کرد و بازمانده های قوم ارجاسپ ناچار به مشرق کوچ بسته از کین اسفندیار رهیدند. این نبردی طولانی تاریخی که با کشته شدن ارجاسپ و بسیار پهلوانان تورانی و ایرانی انجام می‌یابد، در اصل از ضدیت‌های تیز و تندی دو قوم آریایی نژاد و آریایی زبان گواهی می‌دهد که سبب ظاهریش پذیرفتن و این کار کردن کیش نوی زردشتی است که به دین سابقه آنها مساعدت نمی کند. ولی به اصل واقعه عمیق‌تر نظر کنیم، در این هنگامه به هم برخوردن منفعت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم مقیمی شهرنشین و زراعتکار را با سروری گشتاسپ و داوطلبی و زوراوری خیانی‌های کوچمنچی و چادرنشین و چاروادار را با سروری ارجاسپ می‌بینیم. قوم‌های خیانیان غالباً طرز زندگی کوچی داشته با تقاضای پیشه چارواداری زمین‌های کشت و مرزهای سبز و حاصلخیزی همنسبان مقیمیشان را ضبط می‌کردند. در نامه ارجاسپ نیز سرمنشأ تهدیدی و اگر این دین را رها نکنید و با ما همکیش نباشید، آنگاه بر شما رسیم، سبز را خوریم و خشک را سوزیم و 4 پا و 2 پا را از کشور غلام کنیم. از سنت و اصالت پیشه چارواداری پدید آمده است. قضیه نبرد طولانی پادشاه کیانیان گشتاسپ و شهریار خیانیان ارجاسپ که در یشت‌های اوستا یادگاری زریران، گشتاسپ نامه، شاهنامه و چندین سرچشمه‌های ادبی و تاریخی ذکر شده است، به نظر من گذشته از روایت ادبی و تلاش‌های مذهبی یک پاره محفوظ مانده تاریخنامه قبیله‌های آریایی نژاد است که مورد بررسی جدی علم تاریخ شناسی قرار نگرفته است. واقعاً عالمان و تاریخ شناسان و محققان ساحه سرچشمه شناسی به این قضیه از لحاظ ادبی و میراث فرهنگی نزدیک شده، آن را از نظر سندهای تاریخی، قیاس خرونولوژی، جغرافیای مقایسوی، دستاوردهای اتنیکی و اتنوگرافی و دیگر برهان و دلیل‌ها مورد آموزش قرار ندادند. اگر این ادعا را روشن‌تر افاده کنیم، یک پاره تاریخنامه نیاگان ما در عرصه تاریخ عمومی ملت تاجیک هنوز مقام شایسته نیافته است و تحقیقات‌های تازه و دامنه‌داری را نگران است. خلقیت‌های ایرانی و تورانی در کل سرچشمه‌های عهد قدیم، یعنی از اوستا سر کرده تا تاریخنامه‌های عهد اسلام، دو طایفه می باشند که صرف نظر از اختلاف و ضدیت‌ها و نبردهای طولانی خونین، تاریخ یگانه پیدایش، سرزمین سابقه مشترک، ریشه و پیوند مشترک، سنت و ارزش‌های مشترک و اعتقاد و زبان تکلمی با هم خیلی نزدیک داشتند. این دو طایفه اصلاً مثل دو فرزندی یک پدر و مادر بودند که در یک عائله به کمال رسیدند، دوران کودکی و بلاغت را یک جایه از سر گذراندند.
ولی دیرتر اختلاف و مبارزه های طولانی آنها در پهناهای ورارود و مرزهای آسیای مرکزی اساساً در زمینه فرقیت طرز زندگی، شکلی پسندیده‌ای بود و باش، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، حیثیت خاصه تشکلیابی، نظام مادی بهره برداری از زراعتکاری و چارواداری و دیگر عامل‌های موجوده آنها را تدریجاً به جدایی و حتی بیگانگی و دشمنی برده می‌رساند. اگر آریایی‌های مقیمی بیشتر به طرز آسایشته حیات، گسترش کشت و ورز و زراعتکاری، تولیدات و بهره برداری از زمین و تشکل مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی، اینچنین بنیاد شهرستان‌ها و مرکزهای پیشرفته تاریخی و فرهنگی و نهایت تشکیل نظام و نهادهای آیین دولتداری رو آورده باشند، قوم‌های آریایی کوچی عملاً ارزش‌های سنتی اولادی و قبیلوی و نهادهای سابقه اجتماعی را بیشتر افضلیت داده، مایه اساسی زندگی را ضمن تأسیس اتحادهای قوی‌تر قبیلوی، دسته‌های قدرتمند جنگی، تصرف غنیمت، ضبط‌کاری و تاراجگری و فتح و نصرت‌ها دسترس می‌کردند. یعنی برای آریایی‌های تورانی تصرف غنیمت و تاخت و تازها نهادی طرز حیات و ماهیت اصلی زندگی را داشت و هر یک اعضای قبیله می بایست از خردی، مشق و تمرین جنگی، اسب سواری و تیراندازی، شمشیرزنی و حمله های برقوار و جسارت و بیرحمی را می آموخت. از همین لحاظ هم در پاره های اویستا، هم در سرچشمه های پهلوی عهد ساسانیان، تورانیان و خیانیان اصطلاحگر را بدگویی و مذمت نموده آنها را به غارت و یغماگری و خونریزی ها گنهگار کردند. آریایی های تورانی اصلاً طرز زندگی کوچی داشته، با اختراع گردونه، رام کردن اسب و اشتر و استفاده گاو ارابخا در موسم کوچبندی از حدودهای بود و باش خیش بیرون رفته، در مورد مناسب به مکان زیست و مرزهای کشت و ورزی مردم مقیمی آریایی تاخت و تاز می آوردند و در مرغزارهای سرسبز، موضعهای سیرعلف و آبیاری شونده آنها چاروای خود را می چراندند و مال و اموالشان را به غارت می بردند. آنها طبیعتاً قبایلی پرخاشجوی، جسور، نبرد پیشه و سلاحشور بوده، علل خصوص هنگام گرمی های شدید تابستان که در دشت های تشنه‌لب ترکستان شرقی و کناره های هفت رود گیاه می خشکید، مجبور می شدند رو به تاخت و تاس آورده مرزهای کشت زراعت و غله همنسبان خیش را پایمال نمایند. هنگامی که سخن در بابت قوم و قبیله های گوناگون آریایی های تورانی، سکایی ها، مسگیت ها، خیانیان، جویجی ها، تخاری ها، کداری ها، کنگیوی ها، اسونی ها و غیره می رود، البته همه آنها را از روی عنصر و انگیزه های اتنیکی یکسان شمردن روا نیست و عامل دیگری را نیز باید به اینابت گرفت که بعضی قوم و قبیله های تورانی سکایی در جریان تاریخ پرحوادث مقامی سیاسی، اجتماعی و مرزهای بود و باششان را باخته به قومهای دیگری کوچمنچی آمیزش یافتند یا متحد شدند و بر اثر اتحاد قبیله های مختلف چندین قبیله های تورانی از عرصه تاریخ ناپدید گشتند.
این قبیله های سیرشماری تورانی که تقریباً در فاصله بیش از 6 عصر دولتداری ایمپریه های ابرقدرتی هخامنشیان، اسکندری مقدونی، سلیوکیان، اشکانیان پارت و دولت یونانی اساسی باختر تحت فشار و تعقیبی پی در پی قرار داشتند، مجبور گشتند که قلمرو سابقه و ملک‌های اجدادی را ناچار ترک نموده به جستجوی چراگاه‌های مساعد و موضع‌های سیر علف و کشورهای نوی برای بود و باششان مساعد برآیند. از بس که سمت‌های غربی آسیای میانه و آسیای پیش تا کنارهای بحر میانه زمین تحت وصایت این ایمپریه های ابرقدرت قرار داشته، ضبط نمودن آنها از امکان بیرون بود، طایفه های کوچمنچی تورانی سکایی ناچار رو به سمت شرقی آورده، در مرزهای پهناوری هفت رود و آلتای، دامنه های تیانشان و همواری های سیبیر تا کناره های دوردستی خوتن و چین ساکن می شدند. اسب‌های خوشذاتی چابک پای، اشترانی پرطاقتی بیابانگرد، گلب و رمه‌های سیرشمار و طرز روزگار و کوچمنچگی به آنها امکان میداد که دشت‌های پهناور، بیابان‌های کسناگذر، جنگلستان‌های انبوه و سلسله قطارکوه‌های دشوار پیما را پس سر گذاشته به جستجوی چراگاه‌های مساعد و موضع‌های برای زیست و زندگی موافق پیش روند. باری نخست به حدودهای دولتی چین رسیدن قبیله‌های کوچمنچی تندخوی و سلحشوری خونها، یویجی‌ها و اوسونی‌ها را سالنامه‌های چینی شیتزی، نوشتجات تاریخی و خوخنشو تاریخ سلاله کبیر خان در آخر عصر دو و ابتدای عصر یکی تا میلاد خبر داده آنها را چون سواره‌های چالاک و تیراندازانی ماهری دارای قد و قامتی بلند، ریشی انبوه و موی غولی دراز، قوی هیکل و صاحب اسب‌های چابوکی بلند پیکر و تهمتن تصویر نمودند که ظاهراً به آریایی‌های اروپایی صورتی کوچمنچی شباهت دارند. ناگفته نماند که نخستین نمونه‌های آثار خطی و نوشتجات تاریخنامه‌های عهد کهن چین از عصرهای 14 پیش از میلاد شروع گردیده، رساله مفصلی تاریخی چونتسی، سالنامه پادشاهان، واقعه‌های مهمترین را تدریجاً از عصر 8 پیش از میلاد ذکر کرده باشند هم کلی سرچشمه‌های تاریخی در طول 10 عصر تا سالنامه نوشتجات تاریخی سیمتسیان آخر عصر 2 تا میلاد آید به طایفه‌های کوچمنچی خونها، یویجی‌ها و اوسونی‌ها معلومات ندادند. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 65-ум ро аз китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ Ализода Абдурашиди Хоҷамқул, коргардон Шералии Нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.